امروز آمدیم در زرگری ارسلان خالد. دوستای عزیز، اگر به طلا فروشی ارسلان خالد داخل شوین عاشق طلا میشین. حتی تا 10,000 تا 11,000 هم رسید، ولی حالا فکر بکنید در داخانه 2,500 افغانی فی گرام نرخ پایان شده. تقریبا 53 گرم است. امراض گوشواره داره، انگشتر داره، یک طرح خیلی مقبول است. البته دخترانه است. در این دیزاین هم زیاد علاقه‌مند داره. البته دیزاین یخنپر است. بسیار خوب. این دیزاین مقبول است. درخشش ببینید دوستای 104 عزیز. گرم است. و این دیزاین شاپرک است، فوق العاده مقبول ظریف است. البته یک دیزاین خاص است، یک دیزاین فوق العاده مقبول است، یک دیزاین پرکار است و یک گلوبند مقبول داره. این دیزاین مایر درخت خرما میگن. این سیر دیگه برام خاص باشه است که چیزی را باید در یک محفل بپوشم که دیگه در گردن دیگه کسته باشه. این میسید خاص هم قسم یک سیت است. این دیزاین ترکی است، دیزاین محفلی است. بله. یک دیزاین مقبول، شاین، درخشش، تمامش دنیمی و همچنان موره هم روش کار شده. و این دیزاین شاپرک است، فوق العاده مقبول ظریف است. البته یک دیزاین خاص است. بله. میشه 91 گرم. سلام و خسته نباشید به تمام علاقمندان چنل یوتیوب پنجره افغانستان. امیدوار هستم که هر جا که هستین صحت و سلامت باشین. حلیمه حبیبی هستم. امروز آمدیم در زرگری ارسلان خالد که شاید شما زیادتان به اسمشان آشنایی داشته باشین و دیده باشین و به همین قسم مدل های جدید و محصولات متفاوت را بر شما در این برنامه به معرفی میگیریم. پس تا آخر ویدیو با ما باشین و همچنان پیشنهاد میکنم که اگر ویدیو را تا آخر بیننده بودین حتما صفحه ما را سابسکرایب میکنین، لایک میکنین و کامنت همچنان بر ما مینویسین. پس همراه باشین. عزیزان دل، شما را باز هم دوباره خوش آمدید میگیم به طلا فروشی ارسلان خالد و حرف و سخنهای خود را همراه با مسئول طلا فروشی آغاز میکنیم. سلام، خوب هستین؟ سلام، شما خوش آمدین به زرگری ارسلان خالد. سلامت باشین، زنده باشین. تشکر. در اول پروگرام میشه که خود یک معرفی داشته باشین، گرچه من میفهم که زیاد اشخاص شما را شاید بشناسن ولی باز هم بخیر باشین. من مسعود هستم، مسئول ارسلان خالد و البته یکی از زرگرای شهر کابل. بسیار خوب. دیگه ما سلام خدمت دوستا تقدیم میکنم. امید که جور صحتمند باشن در کجایی که هستن و بیننده البته برنامه ما خودت را بیننده هستن. امید که بله. از برنامه لذت ببرن و دیزاینایی که برشون نشان میدیم لذت ببرن و خوش بکنن. بخیر باشن. بدون شک لذت میبرن، به خاطر که کسایی که حتی طلا را دوست نداشته باشن، دوستای عزیز، اگر به طلا فروشی ارسلان خالد داخل شوین عاشق طلا میشین. خب میشه که در مورد تجربه تان، در مورد دکانتان که چقدر سال میشه شما کار میکنین برای بیننده های عزیز ما معلومات بتین؟ البته حلیمه جان، قسمی که دوستا میفهمن اگر مبالغه نشه، دوستا میفهمن که اولین کسی بود که در چینل یوتیوب، البته در سال 2014 براتون بگویم یا در سال 2013 که من برنامه ثبت میکردم در یکی از رسانه‌های افغانستان تلویزیون بود. بسیار خوب. به نشر میرسید تقریبا از یک دهه زیادتر میشه. در سال 2013 بود فکر کنم. دیگه از اون وقت حالا تجربیات و خاطرات اتفاق افتیده. بسیار بله. خوب. دوستای عزیز ما زیاد میگن که در اول بر ما روز تاریخ
و نرخ طلا را در ایار 18 و 21 بر ما بگوین. خب امروز روز سه شنبه است. بله. تاریخ 23 جون است و نرخ هم در حالت فعلا کاهش پیدا کرده در افغان است. نرخ پایین شده میره. امروز است فعلا همین دقیقه که ما تو صحبت میکنیم چون نرخ ثابت نمی باشه و همون نرخی که مثلا اتحادیه بر ما نرخ میده از قرار نرخ اتحادیه خرید و فروش صورت میگیره. بسیار خوب. و امروز از 4125 تقریبا براتون محاسبه بکنم، سنجش بکنم، طلای 21 تقریبا میشه 8200 افغانی. امروز طلای 21 ایار به فروش میرسه و همچنان طلای 18 تقریبا 7070 افغانی امروز به فروش میرسه. بسیار خوب. نسبت به 21 این خیلی پایین است. بله تقریبا از یکی دو هفته که گذشته تقریبا 800 یا 900 افغانی نرخ پایین شده. بسیار خوب. بله. دمی شبانه روز که شما میگین سیزن می طلا فروشی ها بسیار زیاد خوب است، خرید فروشش کدام سیت‌ها زیادتر دوستای عزیز ما که وقت داخل دکان شما میشن زیادتر خوش میکنن و پرفروش بوده بر شما؟ خب هر مشتری از خود یک مثلا ذوق خاص خود را داره. بعضی دوستا هست که البته دیزاینای بسیار سابقه را دوست دارن، بعضی کسا هست که همون لحظه‌ای که همون دیزاینا به بازار عرضه میگرده یا میآید خوش میکنن. ولی من دیزاینری که بر شما دیگه میخوایم به معرفی بگیرم دیزاینای متفاوت است، دیزاینای خاص هستن. طلاهای شما کجایی هستن که در دکان شما؟ از ما البته مکمل طلای 21 هستن. ساخته شده دبی هستن. ساخته شده و ایار استاندارد است. ما فقط کار طلای 21 و 22 را میکنیم. بسیار خوب. و این لاکت را که میبینین البته گلوبند است، ایارش 21 880 است و یک گلوبند فوق العاده مقبول است. در جمع سیت هایی که امروز برای ما معرفی میکنین تمامشان طلای 18 ایار هستن؟ 21؟ نه 21 است. مکمل ما طلای 21 کارشان میکنیم. دیگه ایجا ببینیم برای دوستانشون بدیم. وقت که زیاد مقبول است. یعنی ببینین دوستای عزیز این گلوبند داره. کسایی که مثلا زیاد کلان و که پایین باشه زیاد خوش ندارن، میخواین فقط به گرد گلونشون باشه، اینا بهترین انتخاب برشون بوده میتونه. بله یک رنگ مقبول داره و دیگه هم کیفیتش ببینین پشت سرش بسیار صاف کار کرده. ببینین بسیار مقبول است. که حتی با امو ذراتی که مثلا لیم میشه دیگه میشه از اون نداره. این دستبندش است. دستبندش است. و یا اون گوشوارایش است. دستبندش چقدر مقبول است. ببینین که چقدر یک طرحش وقت یک مدل نو است و ناگفته نمانه که بسیار خوب ناگفته نمانه که تمام این مدل هایی که امروز به شما به معرفی میگیریم زیادش و حتی میتونم بگم که تمامش بر شما جدید است. یعنی ما زیاد طلا فروش ها و اینا شاید شما رفته باشین اما این مدل ها را ندیده باشین. یعنی ببینین اولش از این مدل که شروع کنیم جدید است و همچنان گوشوارایش هم دوستای عزیز شما ببینین مقبول است و همچنان امروز خود انگشتر هم داره. یعنی سیتش مکمل است. علیمه جان تقریبا 11,42,000 افغانی میشه. 11,42,000 به نرخ امروز البته که برشان حساب بکنم و تقریبا دلاریش اگر حساب بکنیم 17,712 دلار میشه. و زیاد از دوستای ما گفته بودن که به یورو هم بگوین به خاطر که ما نرخ افغانی رو نمیفهمیم. تقریبا تخمینی 15,650 یورو میشه. بسیار خوب. بله. و همچنان سیت بعدی این دیگه دیزاینش است، دیگه طرحش است، بسیار یک طرح مقبول است. یعنی کمی شبیه به می طرح است. بله، یا هم دیزاین ترکیه ساخت دبی است. خب بسیار خوب. اینا دوستای عزیز ببینین فکر کنین که یک مدل دیگه ایش است که یک دیزاین دیگه کار شده و این هم امروی خود یک دستبند داره، گوشواره‌هایش همچنان، انگشتر همچنان امروی خود داره، یعنی یک سیت مکمل است. همین دو سه که بر شما نشان دادیم. من خواستم پیشتر امیر هم جور کنم که خیر مشکل نداره. و همچنان میشه در مورد قیمتش بگوین، عیارش هم که همگی میفهمن که 21 است. تقریبا 117 گرم است. 117.71. و جلویش ببینین، من فکر میکنم از این قدر هم فهمیده میشه که چقدر جلویش خوب داره. 9,65,000 افغانی میشه
به دلار و دلاریش میشه 14964 دلار یورو و به یورو اگر بگوییم 13222 یورو میشه. بسیار و این دیگه دیزاین است، البته این کاملا متفاوت است. من میخواستم بگویم که ما هم نو دیدیم به این شکل که ما این دیسپلی کردیم، بسیار خوب. این به این شکل پوشیده میشه. بیخی دیگه گلون فت گلون بسته میشه. خب این بسیار مقبول است. من که میگم که تمام مدل هایی را که امروز به شما به معرفی میگیریم جدید است و قد که جدید است و شاید زیاد از اشخاصی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن این مدل ها را زیاد پسند کنن. اما قسم است بله. شما فرمایش از خارج هم میگیرین؟ البته پیش از سوال شما ما بیشتر کوشش میکنیم از ما فکر بکنیم که 99% کاستومرای ما تمامشون خارجی هستن. بسیار. و اونا ما زیادتر کوشش میکنیم چیزایی باشه که وقتی که تا اوج میبرن دلشان نزند، خراب نشه از پیشان، رنگش خراب نشه و کیفیت بالا استاندارد داشته باشه. و زیاد از مدل ها هستن مثلا چند سال که تیر میشه باز مدل های جدید می زیاد دل خانم‌ها رو میزنه. اما ما فکر نکنیم اینا دل دخترها رو بزنن. که ما کاتشون کار میکنیم از تمام گپایش برای ما خاطر جمعی میکنن، ما با مشتریا ضمانت میکنیم و طلایی که استفاده میکنن و طریقی که استفاده میکنن برشان میگیم که او همیشه وقت درخشش داشته باشه و شاین داشته باشه، مقبولی داشته باشه و زیادتر اما کسی که استفاده میکنه همراهش خوش باشه. نه وقت که این چیزا را که وقت بخرن دیگه همیشه خوش میباشن خانم‌ها. دقیقاً. خب و همراه خود قیمت از این است 106 گرم وزن داره. دوست عزیز شما ببینین گوشواره هایش هم دستبند و انگشتر. تقریبا یک چیز دیگر یادآوری بکنم علیمه جان، بعضی دیزاین ها که هستن البته کم ذره بلندتر تمام میشه به خاطر که دیزاین ها متفاوت تر است. وقتی که مثلا ما با یک دیزاینی که کم ذره ساده تر است، مثلا این دیزاین ما قطری است گلوبند، به تقریبا 12 درهم یا 13 درهم اجره پرداخت میکنیم، مثلا دایی 23 درهم اجره پرداخت میکنیم. به این خاطر مثلا 100 افغانی یا 150 افغانی الی 200 افغانی مثلا نزدیک بلندتر است. اگر این ما 8200 امروز به فروش میرسونیم، میره 8350 رو به فروش میرسونیم. فقط ما قدر گپ است، دیگه کدام چیز نداره و این قیمتش میشه 106 گرم 43 106.43 و 8,88,700 افغانی میشه. قیمتش خیلی مناسب است نظر به این که ببینید چقدر خوب. یک وزن خوب هم داره و کیفیت بسیار بالا است. قیمتش هم مناسب و تقریبا 13,778 دلار میشه و همچنان اگر به یورو برشان کانورت بکنم 12,173 یورو میشه. بسیار خوب. قیمتاش هم مناسب است. دوستای عزیز ما گفته بودن که ما به نرخ افغانی نمیفهمیم، اونا بر شما هم دلار هم یورو رو همچنان گفتن. و کوشش بکنن علیمه جان دوستایی که برنامه رو بیننده هستن امی لحظه یا امی امروز یا امی ساعت یا امروز فردا یک ماه بعد کوشش کنن طلا اگر خریداری میکنن بعد بکنن به خاطر که یک چند سال فعلا فکر بکنین که یک برنامه‌ای که قبلی ما ثبت کرده بودیم در 9,200 فی گرم بود، حتی تا 10,000 تا 11,000 هم رسید، ولی حالا فکر بکنیم در خانه‌های 2,500 افغانی فی گرم نرخ پایان شده. بسیار خوب است. کسایی که از 3 ماه پیش یا 4 ماه پیش اگر فکر بکنین که یک آدم در 2,500 فایده بکنه 100 گرم که بخره 2,5 لک افغانی فایده کرده. چقدر خوب. زیاد کسا منتظر هم قسم یک موقع هم میباشن. یک چانس است، یک چانس سال شده دیگه. امکان داره بلند بره، امکان داره پایین شه و کسی هیچ کس مثلا نمیتونه، ولی تحلیل کوتاه مدت میشه اما دراز مدت کم ذره مشکل تر میشه به خاطر که اینا تمامش نظر به اوضاع سیاسی جهان تعلق گرفته. اگر مثلا اوضاع هر قدر خوبتر و بهتر حال شود، چون اوج طلا بلندیش بلند است فعلا نرخش، ولی ای که چند وقت پیش حالا خب توافق بین مثلا کشورهای منطقه مثلا ایران و امریکا و اسرائیل توافق صورت گرفته، به این خاطر است که طلا را نرخش پایین ساخته، ولی در اصل طلا نرخ طلا بلند است. تاثیر میگذاره. بله در اصل نرخ طلا بلند است و یکی حالا فعلا نرخ به کشورهای منطقه تعلق گرفته، این ارزان ترش ساخته. بسیار خوب. به این خاطر
و عزیزان بیننده یک دیزاین ترکی است. بله. همه قسم یک دیزاین های مقبول و ظریف بر شما به معرفی میگیریم. شما یک چند شارت کوتاه رو ببینید، پس دوباره برمیگردیم. دوستان عزیز دوباره خوش آمدین و همین مدل بسیار مقبول ظریفه که طرحش واقعا مقبول است، مورایی است. میشه که بر ما معلومات بتین طلایش خو میفهمین که 21 است. بله این دیزاین ترکی است. دیزاین فوق العاده مقبول است، کم ذره وزن داره، تقریبا 53 گرم است. امراض گوشواره داره، انگشتر داره، یک طرح خیلی مقبول است. البته دخترانه است در کل. بله دخترانه است. و اگر کسی بخواه امروز یک دستبند هم ست بکنه یا کدام فرمایش دیگه امکان داره؟ بله دقیقاً. از 4,46,725 افغانی میشه و دلارش میشه 6,926 دلار. البته 6,119 روپم چیش میشه ایرو میشه. خب بسیار خوب. بعضی میگن که یعنی بسیار ظریف است، شاید قدر قیمتش بلند نباشه اما تمام گپ سر وزنش است. وزنش خوب است. یک ذره وزن داره. وزن داره است. و این هم از گوشوارهایش است که وقت مقبول است و این هم از انگشترش. اگر شما هم خواسته باشین کدام دستبند هم مورایی باز آماده بسازین هم در زرگری امکان داره. باز یک فرمایش را که شما میگیرین در چند روز باز آمادهش میسازین؟ ما البته معمولا فرمایش دوستا رو که میگیریم کتشان میگیم که از 15 روز تا 25 روز وقت میگیره، به خاطر که ما وقتی که اوجا آردر میکنیم چون از دبی طلا میاریم اوجا اگر مثلا دیزاین سابقه باشه یا دیزاینی که عام باشه و میشه به 10 روز آماده شه تا به طلا فروشی میرسه به 12 روز یا 13 روز در بر میگیره. ولی اون طرحی که دیزاینی که تازه باشه نو باشه باز امکان داره در 25 روز 20 روز وقت بگیره. بله به خاطر که تا او قالب میشه و جور میشه و بعضی پروسیجرش پروسس میشه از یک ذره وقت گیره است. بسیار خوب است. و همچنان در مورد این سیب برمون این لاکت هم دیزاین ترکی است، زنجیری است. البته حجم کلان می داشته باشه و وزنش هم کمتر است، سبکتر است. 32 گرم است، تقریبا 33 گرم. 32 گرم 33 گرم. وزنش هم به نظر من مناسب است. کسایی که مثلا توانایی خریدن سیت های بسیار کلان و پروزن ندارن تقریبا 2,74,000 افغانی میشه. دیزاینش هم جدید در خانه 4,248 دلار یورو و تقریبا به یورو 3,750 یورو میشه. بسیار خوب. وقت که مقبول است و قیمتش مناسب. کسانی که دوست داشتن شماره تماس طلا فروشی رو همچنان ما در برنامه بر شما نوشته میکنیم در پایین و نگفتن ما که یک بار دیگه اگه آدرس تون بگوین عزیزان ما که میشه جدید به چنل ما پیوسته باشن. البته آدرس فیزیکی ما سرک عمومی دارالمون است، مربوط به کارتسی میشه، ارسلان خالد تاور. بسیار خوب. و این طرح دیگه‌اش است، عین شکل است، عین دیزاین و یک تقریبا 49 گرم است. 49 گرم. این اینجا میمونیم که به دیگرش وقت پیدا شد. خب بسیار. این یک قیمتش هم برش دوستان میگم که در مورد عیارش که اگر ما کدام طلا را عیارش هم نگویم شما بفهمین که 21 است. 21 است مکمل. این 4,13,000 افغانی میشه. قیمتش هم مناسب. و این دیزاین دیگه است، دیزاین متفاوت است، 50 گرم است، مورایی است، یک دیزاین فوق العاده مقبول است اما محکم تر است. و آن پرفروش ترین دیزاین مورایی است. من یک دیزاین سیلری از ایران براتون نشون میدم، اونا هم بسیار مقبول است. می‌خواستم بگویم که زیاد از برنامه ما دیزاین های مورایی را به شما زیاد نشان دادیم، وقتی که زیاد پرفروش است، زیاد همه خوش میکنن. یک دیزاین است که هم خانم‌ها پوشیده میتونن، هم دخترها خوش میکنن. و اما این رقم یک دیزاین بر شما نشان نداده بودیم. بخی مدلش جدید است و جلایش تقریبا 4,33,000 میشه. امی ظرافت و زیباییش بخی 6,720 دلار میشه. زیبایی جلایش ببینید
و امروی خود انگشتر نداره؟ نه خیر نه، باز انگشترش همیشه که باز ما باید بله امرویشان ست بکنن کسی که مثلا خوش داشت چیز کنیم. یا مثلا اگر میخواستن کدام دزبند امروش موری جور بکنن مشکل نداره. بله. فرمایشان پذیرفته میشه. 5938 یورو میشه. دلار همچنان گفتین برشون؟ بله. بسیار خوب. و مدل بعدی و فکر میکنم اما مدلایی را که نشان دادم امیرش یا زیاد دخترها خوش کنم. دیزاین دیگه که اینم از زیاد خوش دارم. این بسیار ظریف است. خاص است. شکل موری هم امروش کار شده و زیاد ظریف است. ببینین دوستا. خانم‌ها دخترها میتونن که بین از این مدل خریداری بکنن. من فکر میکنم زیادتر دختران نباشه، بخاطر که خانم‌ها سیتای کلان زیاد خوش می‌داشته باشن. در مورد قیمتش بگویین؟ این 29 گرم است. گوشوارهایش هم دوستای عزیز ببینین. انگشتر نداره، فقط گوشواره داره. تقریبا پول از این میشه 2,46,500 افغانی و دلاری میشه 3,821 دلار و همچنان اگر به یورو برشون محاسبه بکنیم 3,376 یورو میشه. کدام مدل ها زیادتر پرفروش هستن در دکان شما؟ مدل هایی که کلان می باشه یا ظریف می باشه؟ ما پیشترم بهتون عرض کردم که هر کس مطابق به ذوق و سلیقه خود ستا میگرده و پیدا میکنه و خریداری میکنه. ولی در یک جایی که در پالایش ای است، در ضمن کسی که پول داشته باشه بازم سیتای کلان انتخاب میکنه، به خاطر که اگر هر کس باش انتخاب میکنه. من نمیگم که اگر ما مثلا زیاد پول روان بکنم و از خریداری بکنم، میگم 1 کیلو نمیگم 10 کیلو دیگر روان نه. هم رقم است. میریم اون طرف. درست است. دوستای عزیز، شما یک چند ویدیوی کوتاهی از این طلاهای مقبول و ظریف را با طرح‌های جدید ببینین. انشالله که دوباره با شما هستیم. عزیزان دل ها را بر شما سیت‌هایی را به معرفی میگیریم که زیادتر یعنی کلان هستن و همچنان مدل های ساده دارن و دیزاین های پرکار همچنان دارن برای نمو خانم هایی که زیادتر پرکار خوش دارن. دیگه نمی قسمت برنامه بر شماست. از کدام دیزاین شما شروع میکنین؟ خب حلیمه جان، از این دیزاین شروع میکنیم. یک دیزاین کاملا کلاسیک است. دراز رخ است. تقریبا 70 گرم است. عیارش 21,880 است و پولش میشه 5,78,000 افغانی. ما قیمتایش بر دوستان میگم، باز اونا میشه که به دلار چنجش بکنن، به مثلا اگر میخواین به یورو چنج بکنن به 73 تقسیم بکنن. اگر میخواین به دلار چنج بکنن باز در 64 50 چنج بکنن. به خاطر که دیزاین‌ها زیاد است، بله تمامش بتونیم رسیدگی بکنیم. درست است؟ و این میشه 5,78,000 افغانی. و این دیزاین شاپرک است، فوق العاده مقبول ظریف است. البته یک دیزاین خاص است. بله. میشه 91 گرم، 91.50. در وزن هم خوب است. بله. یک دیزاین مقبول است، چله‌ای است. بسیار خوب. کسانی که مثلا میخواستن به دلار یا به یورو خود به 73 چنج بکنن به یورو میشه، به 64.50 باز به دلار میشه. این هم از سیتایی که بسیار زیاد در بازار حال زیاد علاقمند داره. بله این دیزاین هم زیاد علاقمند داره. البته دیزاین یخن پر است. بسیار خوب. این دیزاین مقبول است. درخشش ببینید دوستان عزیز. گرچه که به شما میاله میفهم که یعنی کامرا از دور گرفتم، مگر بازم یک درخشش خاص داره. 8,57,000 افغانی میشه این دیزاین ما. و همچنان در مورد عیارش بگویم که تمامش 21 است. ما 21,880 است و ساخته شده دبی است. دوستای عزیز، اگر شما هم علاقه‌مند شدین که موضوعات برنامه امرا با طلا فروشی ارسلان خالد داشته باشیم، باز به ما در کامنت نوشته کنین، به خاطر که ما تمام مدل های اسیدها را نمیتونیم در یک برنامه به شما به معرفی بگیریم و نگفتنمان قسمی که من میبینم تمامش جدید است. قسم نیست که یکی یا دو تا باشه، تمامش مدل های جدید است. این هم زیاد پرکار است. دیزاین فوق العاده مقبول است، یک دیزاین پرکار است و یک گلوبند مقبول داره.
در بین این سیت و اگر چوری مثلا کدامش زیادتر پرفروش است؟ یک خانم یا یک عروس خانم بسیار مقبول معلوم میشه. واقعا به مون رقم باید پوشیده نباید شود. به این شکل پوشیده شه، فت گلون بسته میشه. بله به می رقم باید پوشیده شود. بسیار مقبول معلوم میشه. و ببخشید چی گفتین؟ گفتم بین چوری و سیت زیادتر پرفروش کدامش است؟ بخاطر که مدل های چوری هم بسیار زیاد است. اگر کسی دوست داره ضرورت داشته باشه سیت اشد ضرورتش باشه سیت خریداری میکنه. کسی که زیادتر مثلا از طلا استفاده میکنه در خانه، در بیرون، در کار، در دفتر از چوری استفاده میکنه. ما دیزاینایی که خاص داریم من بر دوستا وعده میکنم. همین هفته اگر شما دانستین یا هفته دیگه دانستین باز ما دیزاینایی که خیلی ظریف است، مقبول است و او که هیچ نباشه باز ما بر دوستانشان. برای بخش سیت یا چوری؟ در لاکت‌های دخترانه مقبول، البته ظریف. و می سیت هایی که در اول شما چیز کردم با کسایی که مثلا محفل دارن، محفل هستن، محفل چی میکنن چی میگن استفاده میکنن باز محفلی میشن. بر محفل یعنی میخرن. زبان دیگه طرف رفته. خیلی مشکل نیست. و ما فکر میکنم یک چند سیت دیگر هم که موری بود نشان دادیم هم زیاد راحت است، مثلا در خانه در میمانی جای استفاده کردن راحت استفاده بکنن. ما پیشتر به دوستا گفتم مردم مشتریای خارجی هستن زیادتر کوشش میکنن چیزای تاق خاص باشن. دیگه تو عام خدا کل جای است. حالا ما زرگری ما گفته یگان تو از سایه زرگرا و مارکت ها دور است. دیگه تا یک کس زحمت میکشه میاد در سالن خالق نه باید یک چیز متفاوت دیگه باید انتخاب بکنه. بله. و این دیزاین مقبول است. شما دو دیزاین که نشان دادین یک گفتین مزیات خوش کردم. نه ما کمیج شما اینا رو ماندین همین دیزاین مزیات خوش کردم. واقعا ساده ظریف مقبول است. ساده گلدار. گلدار هم رو خود. ببینین دوستا وزنش هم خوب است و امرای خود گوشواره هم داره. گوشوارهش ببینید چقدر قندول است. دخترها همچنان میتونن که از این خریداری بکنن، خانم همچنان. امرای خود انگشتر هم داره. 5,44,000 افغانی. قیمتش خیلی مناسب. و این دیزاین مایر درخت خرما میگم. شما چی میگین؟ به نظر من خیلی چیز متفاوت است دیگه. این یک سیت مقبول است. ببینید. همچنان مستحکم و وزنش هم خوب است. وزنش خوب است. این هم از گوشواره‌اش 120 گرم. دا 1,20,000 افغانی. این سیت دیگه برامون خاص باشه است که چیزی را باید در یک محفل بپوشن که دیگه در او سیت به کس دیگه نباشه، یعنی در گردن دیگه کس باشه. این سیت خاص هم قسم یک سیت است. این دیگه دیزاین است، دیزاین قطری است. 104 گرم. دیزاینش هم واقعا کاملا جدی. 8,58,000 افغانی. دیگه ضرورت به تعریف نداره یا کلش وقت کم قسم است. من براتون گفتم از لحاظ درخشش جلایشش و این دیزاینر هم خیلی مقبول است. وقت مقبول است. نگفتی فقط خودش ندیده پیش خود گرفتی. یه بانی که ما تعریف کنم شما سیتای دکانتان همیشه تعریف میکنین و نگفتن نمونه که گفته از اینا موقت به تعریف دیگه هیچ نیاز نداره. ما ایران میمونم که چی بگوییم در مورد سیتا و ما قدر گفتم میتونم که یعنی یک چیزای بخی نو است، مدل های جدید است و اینی که طلایش یعنی عیار 21 است، اون جلایشش، درخششش و دیزاین هایی که گفتم مدلش تمام جدید است. اگر شما در کدام محفل بپوشین بجز شما دیگه کسی دیگه داشته نمیتونه و اون بجز از اون کسایی که از ارسلان خالد خریداری المجال یک دیزاین سابقه رو براتون نشون میدم اما پرفروش است. اینمی دیزاین ها و دیزاین های چاکلیتی که میگن این دیزاین سابقه است. اپدیتش میه اما تمامش زیاد پرفروش میشه. اما یگان دانه تو مشتری میداشته باشه میگه عکس میاره. من خاص با دوستایی که عکس برام ما میاره برشون جور کردیم آوردیم. خب بسیار خوب. چقدر است؟ این تقریبا 200 ببخشید 155 گرم. خب بسیار خوب. 155 تقریبا. اما قدرم یک دیزاین سابقه نخواد باشه به نظر من. 12,78,000 نخیر نه یعنی تقریبا 4-5 سال پیش هست. خب بسیار خوب.
عزیزان دل ناگفته نمانند که در زرگری ارسلان خالد من اینجا یگان مدل های را هم دیدم، مثلا حرف نام به حروف انگلیسی که من در دیگه زرگری ها ندیده بودم. بازی چه قسم است؟ شما ایره فرمایش میگیرین خودتان جور میکنین؟ نه خیر نی حلیمه جان، ما البته خودمون جور میکنیم خب بسیار و از A to Z حرف نام داریم، پایزیب داریم. خب بسیار خوب. یک چند روز پیش قیتک موی داشتیم به فروش قیتک رسید مو. و برنامه آینده حتما من باز براتون نشان میدم انشالله، چون درا دارم. دیگه دستبندهای متفاوت داریم، چون وقت برنامه تون نظر به دوست ما کم هستن، نظر به گفته بودم اگر براتون نشان میدادم. خیر باز دیگه برای ما انشالله برشان نشان میدیم. و برای ما یک چیز متفاوت بود که یعنی باز حرف نام و زنجیر دیگه. بله، حرف نام و زنجیر بسیار مقبول دو حرفای نام داریم. و در مورد سیت و این سیت ما سیت دیزاین ترکی است، 166 گرم وزن داره. بسیار خوب. ببینید که سیت است که موره هم چنان کار شده و 1,14,11,000 افغانی میشه. چقدر؟ 14,11,000. 14,11,000 بله. و انگشترش هم موره ای است. 21,870 دلار. باشین که من انگشترش به دوستانشان بدم. این شکل موره ای کار شده. دیزاین انگشترش هم مثل خودش وار مقبول. و همچنان سیت بعدی و سیت بعدی سیت ما هست. بیشتر که در مورد از این قسم دیزاین ها گپ زدیم که هیچ وقت مدلش از مود نمیره. از مود نمیره، همیشه وقت مشتریش می داشته باشه و یک دیزاین مقبول نامت خاص به عرض خانما و خانما هست. وزنش هم خوب است. 155 گرم. 155 تقریبا 12,94,000 افغانی میشه. قیمتش هم مناسب است برای کسایی که مثلا کدام محفل در پیش می داشته باشن، باز میتونن بیان خریداری بکنن. این هم از همون مدل هاست ولی دیزاینش جدید است. ببینین این قسمتش کار شده به شکل جالی بافت سموتر است. بله. و این قسمتش جالی است و زنجیری است. یک دیزاین معتبر است، البته زیادتر مشتریش می داشته باشه. این هم از گوشوارش است. میشه که در مورد قیمتش بگوین؟ تقریبا و وزنش همچنان؟ وزنش 230 گرم است. 16,95,000 افغانی میشه. بسیار خوب. دوستای عزیزی هم سیت هایی بود که محفلی بودن بر شما نشان دادیم و شما چی نظریه دارین که سیت هایی را به معرفی بگیریم که مثلا در خانه هم پوشیده بتانن، راحت باشه و در مهمانی جایا یک چند مدل که ساده باشه، شیک باشه. دوستان عزیز شما یک چند شورت زیبا از این طلاهای مقبول را ببینین، انشالله که دوباره برمیگردیم.
عزیزان دل بر شما وعده دادیم که در برنامه بعدی چون حالا فرصت زیاد اندک است و نمیتونیم که تمام مدل ها را به شما به معرفی بگیریم. نام خدا مدل ها زیاد است، تمام مسئولاتشان جدید است. ان شاء الله که در برنامه بعدی اگر شما خواستین در کامنت بر ما نوشته کنین که میخواین که باز هم برنامه داشته باشیم همراه با طلا فروشی ارسلان خالد یا نه. مدل های بعدی را که گفتیم که راحت باشه بر بیننده ها در دیگه برنامه ان شاء الله که بازم برشان نشان میتیم. و تشکر از اینکه وقتتان دادین بر ما و زحمت کشیدین. بازم بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین، زنده باشین. تشکر از شما و تشکر از عزیزا که ما را بیننده بودن. ان شاء الله که از برنامه لذت برده باشن. بخیر سلامت باشین. به الله پاک میسپارم همگی دوستان. دوستای عزیز فراموش نشه که صفحه ما را سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت های زیبا بنویسین و هر دیدگاهی که در مورد اطلاع فروشی ارسلان خالد داشته باشین، سوال داشته باشین، انتقاد، پیشنهاد بر ما در کامنت نوشته کنین. ما حتما پاسخگو هستیم. تا برنامه بعدی، الله نگهدار.